بذار همین اول چیز رو روک بگم. تو فکر میکنی وقت داری ولی نداری. نه به خاطر اینکه قرار اتفاق بدی بیفته، نه، فقط چون زمان خیلی بی سر و صدا داره میگذره. میگن عمر متوسط یه آدم حدود 30,000 روزه. 30,000. اگه الان حدود 30 سالته یعنی بیشتر از 1/3 رفته، تموم شده، دیگه برنمیگرده. مشکل کجاست؟ اینکه ما مدام به خودمون میگیم بعداً ورزش میکنم، بعداً یاد میگیرم، بعداً زندگی میکنم، ولی بعداً خطرناکترین دروغیه که به خودمون میگیم. هیچ کس هیچ وقت زندگیشو از بعداً شروع نکرده. بیشتر آدما مشکل کمبود زمان ندارن، مشکلشون اینه که زندگیشون بی‌حسه. روزات شبیه همه، هفته‌ها قاطی هم میشن، ماها میگذرن بدون اینکه حتی یه خاطره درست حسابی بسازن. چرا؟ چون زندگی شده تکرار و مغز تکرار رو ثبت نمیکنه. همون مسیر، همون آدما، همون اسکرول شبانه تو گوشی. بعد تعجب میکنی چرا حس میکنی عمرت داره میدوه. زندگی وقتی کند میشه که متفاوت زندگی کنی، نه عجیب، نه نمایشی، فقط متفاوت. یه مسیر جدید، یه مهارت کوچیک، یه گفتگوی واقعی، همینا زمان رو دوباره زنده میکنه. یه دروغ دیگه هم هست که خیلی‌ها باورش کردن: من خیلی سرم شلوغه. نه، تو فقط داری روی چیزای اشتباه وقت میذاری. آخر شب خسته‌ای ولی راضی نیستی، چون انرژی تو خرج چیزایی کردی که اگه فردا حذفشن هیچ چیزی تو زندگی عوض نمیشه. یه سوال ساده همین چیز رو لو میده: اگه 10 سال دیگه به امروز نگاه کنی، واقعاً بابت چی حسرت میخوری؟ معمولاً جوابش ایمیل ها، جلسه ها یا اضافه کاری ها نیست. روابط تو دست کم نگیر. خیلی از آدما فکر میکنن رابطه یعنی وقتی حالمون خوبه. نه، رابطه یعنی وقتی حالمون بده بازم هستیم. اگه فقط موقع نیاز زنگ میزنی، اگه همیشه دیر میرسی، اگه فکر میکنی خب خودش میدونه دوستش دارم. نه، نمیدونه. رابطه بدون توجه آهسته میمیره. بذار درباره کار یه چیزو خیلی روک بگم: راحتی دشمن آیندته. اگه کارت هیچ ترسی تو دلت نمیذاره، اگه چیزی بهت یاد نمیده، اگه فقط داری حقوق میگیری، داری زمانتو ارزون میفروشی. اول زندگی دنبال پول ندو، دنبال مهارت بدو. پول بالاخره میاد ولی زمانی که رفت بر نمیگرده. یه حقیقتی که خیلی‌ها دوست ندارن بشنون: بدن خسته تصمیم‌های بد میگیره. بیخوابی زرنگی نیست، کار زیاد افتخار نیست. با مغز خسته هم تو کار اشتباه میکنی، هم تو رابطه، هم تو زندگی. حرکت کن. اگه ذهنت قفله، بدنتو تکون بده. احساساتتو انکار نکن، ولی نذار فرمان دستشون باشه. عصبانیت، ترس، ناامیدی میان و میرن. اگه بچسبی بهشون میشن شخصیتت. و لطفاً گفتگوهای سخت رو عقب ننداز. اون حرفی که نمیزنی داره هر روز سنگین‌تر میشه. پول خوبه، ولی فقط وقتی بدونی قراره چی رو آزاد کنه. خیلی‌ها پولدار شدن ولی زندگیشون کوچیک‌تر شده. چیزا کهنه‌تر میشن، تجربه‌ها رشد میکنن. آخرش اینو بدون: زندگی یه روز خاص شروع نمیشه. نه اول سال، نه بعد تولد، نه بعد موفقیت. زندگی از همون روزی شروع میشه که تصمیم میگیری دیگه معطل نکنی. لازم نیست قهرمان شی، لازم نیست همه چی رو عوض کنی. فقط یه چیزی امروز متفاوت انجام بده، چون زمان چه بخوای چه نخوای داره میگذره و این دفعه منتظر تو نمیمونه. خوشحال میشم با لایک، کامنت و سابسکرایب از من حمایت کنید. خدا نگهدار.